من باید قید کنم که در 9 ماه همگی 96 نفر موافق معلومات های پیشنهاد شده در فدراسیون روسیه فهمیدند که از اینها 73 نفر مرد و 23 نفر زن می باشند. اساساً سبب های بی‌واسطه همین به همین حالت های نابهنگام دچار شدنی شهروندان ما این سبب هاش که ما نیز این رو جنبش میکنیم. اساساً بیماری 59 نفر، حادثه های ناخوش 11 نفر، صدمه نقلیاتی که 6 نفر، کشتار 7 نفر، دیگر سبب ها 12 نفر می باشند که بعضی ها برای معالجه می روند همونجا می ففتند، بعضی ها در وقت فعالیت مهنتی به همین بیماری دچار می شوند و بنابر به می ففتند. این خیلی حالت ها هستند. وقتی که در واخری ملاقات ها در شهر و نایه ها در جماعت و دیه ها با مهاجران مهنتی با اویله های آنها میگذرانیم، بارها همه مسئله ها با ما مخصوص استاده میگذاریم که شهروندان باید پیش از سفر و همه حالت ها آماده شده به مهاجرت مهنتی سفر برشوند، زیرا که وقتی که از جای استقامت دور می شود به هر گونه حالت های نابهنگام آدم دچار می شود.